باغ فرهنگ سوغدیان امروز فضای ایدانه داشت. در اینجا محصلین کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند با نشان دادن هنر و مهارت خویش مهمانان را پیشواز گرفتند. در تالار نمایشی محصول مهنتی تربیت گیرندگان شعبه رسامی نشان داده شد. آنها با استفاده از ژانرهای گوناگون آفریده های خویش را در موضوع مختلف پیشنهاد بینندگان نمودند. دانشجویان ما کوشیدند که در همه نمودهای ژانر و نمودهای صنعتی تصویری عمل ایجادی خود را گذاشتند. و به واسطه اگر ما از اولی درآمد نمایش ما بینیم، اگر اینجا کندکارای ما که در چوب به واسطه نقش و نگار ملی را اجرا میکنند، از طرف استاد اکبر جان رحمتوف خیلی گفتم ممکن قابلیت بلندی همین دانشجویان رو نشان داده میشد. بغیر از این در ما گروه دیزاین آرایشگر هست که به واسطه اینها هم گفتم ممکن ماکت ها، حتی نمودهای صنعتی دکوراتیوی، گوبلین و چکانکا ها را به نمایش گذاشتند. از طرف گروه نقاشان باشد، ما دیده میتونیم در نمایش پناههای کندال اجرا کرده شده، یکی از نمودهای صنعتی قدیمی تاجیک می باشد گذاشته شد. کرسی های مثال 6 کنجه 4 کنجه خیلی با نقش و نگاری ملی آرا دادگی نمایش را خیلی صفتی بلندی ایجادی آنها رو نشان داده میتونه. و غیر از این در ما گروهی هیکل تراشی است که به واسطه هیکلچه های دستگاهی ساخته شده رو به نمایش گذاشتیم که به واسطه در اینجا از هیکل های بزرگانی خلق تاجیک را اجرا کردن، سیماهای آنها رو به واسطه ما کمالی خوجندی یا تیمور ملیک دیگر قهرمان ها رو با یک مهارت بلند دانشجویان اجرا کردند. استادان و دانشجویان کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند کنسرت حساباتی دایر نمودند. در آن والدین دانشجویان و سابقه‌داران ساحه فرهنگ، اینچنین مسئولین ریاست فرهنگ ولایت اشتراک نمودند. برنامه حساباتی دانشجویان 19 بخش را در بر گرفت. در آن انسامبل های رقصی، خورسرایان، شش مقام خوانان، ارکستر ضربی و نفسی، سیمفونی، سازهای خلقی و غیره ها برآمد نمودند. هر یک سرود و آهنگ به استفاده فونوگرام به طور زنده پیشنهاد گردید. من قریب که 50 سال می شود که در کنسرت های خاتموی جنبستی همین کالج آموزشی اشتراک میکنم و در صحنه خود تئاتر باشد، خانه فرهنگ باشد، خود تئاتر جوانان باشد، جوانان نورسخا در اینجا باشد، یک استادان صنعتی آینده تاجیک میبینم. صنعتی هم خلقیه هم صنعتی کسبیه. من امروز اگر اهمیت دادگی باشد در کنسرت امروزه هم خورسرایانی کسبی بودند، هم گویم رقاصانی کسبی بودند، هم نوازندگانی کسبی بودند. در قطار اسباب‌های خلقی ملی ما اسباب‌های اروپایی که در تمام دنیا رو معرفی میکنند گویم نمایش داده شدند، اجرا کرده شدند. من همین دوگاه چارگاه که از جانب دانشجویان امروزه اجرا کرده شد، من گمان میکنم که آنها من بعد صنعت کسبی و صنعت خلقی ملی ما تاجیکان را در تمام دنیا معرفی میکنند. در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند 252 نفر تحصیل میکنند که سال روان 64 نفری آنها ختم کننده محسوب مییابند. اینچنین در شعبه غایبانه 175 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند. در کالج مذکور 16 شعبه عمل می نماید که دانشجویان از روی 20 اختصاص تحصیل دارند. امروز ما شاهد آن گشتیم که چیزی که گفتم یک سال محصول کاری هم معلمان و هم دانشجویان را دیدیم. اصلا همه ما
бениҳоят ана ҳамин рӯз дар охири 7 сол соли хониш мепоем ки ҳамин кай концерти солодии коллеҷи санъат мешавад ва мо чеҳраҳои навро аз ин ҷо мебинем, як фикрҳои нав дар саҳна мебинем, як навозишҳои нав ва дигар ва ғайра. барое ки худатон аҳамият дидитон ки ҳама баромадҳо бо овози зинда, навозиши зинда шудааст. ин хеле ва хеле кори мураккаб аст. ҳамаи шумо инро медонедон. ногуфта намонад ки дирӯз маълимаи азиз бо ансамбли бибиҳо аз озмун фестивали байналхалқӣ ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон баргаштанд, як бори дигар на танҳо ба мо, ба ҳамаи дунё як бори дигар исбот карданд ки мо тоҷикон хеле мероси фарҳангии бойро дорем. дар ҷанбасти чорабинии мазкур барои иштироки фаъолонаи донишҷӯён аз ҷониби иштирокдорон баҳои баланд дода шуд. инчунин чанд нафар бо сипоснома сарфароз гардиданд.